دقت کردید بازیای زندگی دائم ما رو سوق میده به رنج و غم، از اینکه وای فردا رو چیکار کنم، آخ دیدی دیروز با هم چیکار کرد، من رو از یاد برد، من رو نادیده گرفت. اگر بخوای خیلی باریک بین باشی به اعمال دیگران و پدیده های روزمره، همه چیز انگار میخواد تو رو بکوبونه به دیوار، یقت رو بگیره و بگه بشین تو ذهنت و فکر و خیال کن، اما تو قوی باش. به یاد بیار اون آتش درون، اون گرداننده هستی رو، اون پرحضور و پربرکت. میگذره، مگه تا الان نگذشته؟ اینم میگذره.